سلام به چشوچونی های عزیزم. میگم آقا، ما به یکی گفتم بیا با هم شرط بندی بکنیم. تا اینو گفتم دیدم رنگ رخسارش برید. گفتم چیشی شده؟ گفت نه ولش کن. گفتم خب حالا باگو دیگه. گفت ما شرط بندی بدم بیا. گفتم خود چطور میگه؟ گفت حقیقتا یه بار بزنم گفتم شرط میبندم اگه یه جمله بگی هم خوشحالم کنه هم ناراحتم کنه 10 میلیون تومن بهت میدم. گفتم هیچ نمیتونه جمله بگی که هم خوشحال شم هم ناراحت شم. به دیگه او یه خنده به اون کرد و گفت اینجوری هست به خودت خواستی. گفت حقیقتا بین دوستا تو بزرگترین شنگو داری. هیچی دیگه. منم اصلا زبانم قاصر شد حرف زدن. الانم کلن گوه میخورم شرط ببندم. حالا اینجایی که میفهمیم اون چرا شرط بندی کل مورد داره. خلاصه با هر کسی هر شرطی و هر چیزی رو نبندید. یه چیزایی میفهمید که نباید بفهمید تو. آره دیگه. منم دیگه دیدم راست میگه بنده خدا. گفتم ولش کن این زه خورده.